سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز بریم یه روز خیلی خاصه. چرا؟ چون هم تولدمه هم قرار بریم سفر. پس توی این ویدیو با ما همراه باشین که هم از تولدم میذارم، هم با هم دیگه چمدون میبندیم، هم کاری که قبل از سفر انجام میدم و باهاتون به اشتراک میذارم. حتما این ویدیو رو لایک کنین. اگر این کانالم ساب نداره حتما سابش. همین ویدیو و ویدیوهای قبلی رو با دوستاتون به اشتراک بذارین که خانواده‌مون ذره ذره بزرگتر بشه. خیلی دوستتون دارم و خوشحالم که همراهمی. امروز برای شروع قفس پرنده رو تمیز کردم، آبودونم به اندازه کافی براشون گذاشتم. یه چند روزی بردم که به مامانم تحویلشون بدم ازشون نگهداری بکنه. دم به دقیقم دارم بهش زنگ میزنم، خیلی بهشون وابسته شدم. به شروع باید اول کتری بذارم رو اجاق تا آب جوش بیاد. اولا همه یه کمی رانی هلو آماده میکنم، میذارم تو یخچال خنک بشه واسه تو راه بچه‌ها نوش جونشون کنم. امروز وقتی رفتم پرنده رو تحویل خونه مامانم اینا بدم، تو راه برگشت رفتم تراباری سرکوچمون. اونجا یه هلوهای تمیز و تازه‌ای آورده بود. گفتم تا برن 1.5 کیلو بگیرم باشه رانی خوشمزه درست کنم. برای که راحت بتونم پوست هلوها رو بگیرم، اول از همه هلوها رو میریزم داخل یه ظرفی، آب جوش روشون میریزم یه 4-5 دقیقه بمونه، بعد میریزمشون داخل آب یخ. اینجوری اصلا پوستش سوس میشه و راحت جدا میشه. اون موقع که کوچیک‌تر بودیم و پدر بزرگمون جوان‌تر بود، میرفت دبی، برامون رانی‌های اصل دبی با خوش می آورد. ما بچه‌ها و نوه‌ها دورش می‌نشستیم، با دلخوشی سعی می‌کردیم ببینیم کی شیلیفه و ساکاشو در بیاره. از رانی و آب میوه‌های خوشمزه گرفته تا حلوا مسقطی‌های اصل دبی و آدامسای 4 رنگش. الان که خیالم از پوست گرفتن هلوها راحت، شربت مبار میذارم که وقتی هلوها خورد کردم راحت بریزمش داخل شربت تا بپزه. مقدار موادش هم قشنگ تو قسمت توضیحات زیر ویدیو یا همون دیسکریپشن براتون نوشتم. آب و شکر رو میذارم روی حرارت متوسط تا قشنگ شکر توی آب حل بشه. تا شربتمون آماده میشه اینجا میام هلوها رو قشنگ نگینی خوردشون میکنم. ریز و درشت بودنش هم به خودتون بستگی داره، هر جور دوست دارین خورد کنین. وقتی ریختمشون تو تابه اجازه میدم یه 10 دقیقه قل بخوره. از اونجایی که تا فرصت گیرم میاد سری خمو بندی یه کاری میکنم، گفتم که هم ظرفا رو بشورم، سینک و تمیز و خشکش بکنم، همین که برنج نارسو رو منو پاکش بکنم بذارم خیس بخوره. این رو به این حال میخوام از برنج چنپا استفاده کنم. یه چند دست میشورمش، بعد میذارم یه نیم ساعتی با نمک خیس بخوره. الان یه 10 دقیقه از پخت و هلوها داره میگذره. من میام کف روش رو قشنگ جدا میکنم، بعد آب یه لیمو ترش تازه رو بهش اضافه میکنم.
یه 2-3 دقیقه که بگذره دیگه میام اندازه یه کاسه یه لیوانی پیمونه به هر حال از هلوهای پخته شده رو جدا میکنم، مابقیش رو میذارم کامل سرد بشه، بعد میکسشون میکنم. تا رانی خوشمزه‌مون سرد میشه اما اینجا عدس‌ها رو میذارم بپزه، چند تا پیاز ریز خورد میکنم که بتونم به این نار زور بجام یه عدس پلو فوری و خوشمزه درست کنم. الان دیگه برنجایی که خیس خوردن میریزم داخل آب جوش تا بره خوش بپزه. از اونورم پیازا رو یه همه ریزی میزنم و چند تا حبسی رو خورد میکنم یا مثلا پوره میکنم، حالا با هر وسیله. بعد اضافه میکنیم به پیازامون. بعد از اینکه عطر سیر بلند شد بهش گوشت چرخ شده رو اضافه میکنیم که اینجا متاسفانه تو کلیپ نیفتاده. ادویه‌ای که اضافه کردم خسرودار و مخلوط و زردچوبه و یکم فلفل قرمز بود. وقتی عطر ادویه تمام آشپزخونه‌مو پر کرد بهش روگوجه میدم. رنگ روگوجه که باز شدن دیگه عدسای پخته شده رو اضافه میکنم. میذارم تا چند پل بخوره قشنگ جا بیفته. برای تعریفش هم از سیب زمینی استفاده کردم. رنگ برنجم که میبینید اینجوری زرده به خاطر اینه که یه 2-3 دقیقه قبل آب شدن قشنگ بهش زردچوبه اضافه کردم، رنگش رو عوض کرده. الان لایه لایه از مواد گوشتی و برنج میریزم، میذارم تا دم بکشه. رانیایی که سرد شدن با میکسر مخلوط کن یا هر چیزی که تو خونه دارین میتونین قشنگ میکسش کنین. بعد اون مقداری که جدا کرده بودین بهش اضافه بکنین، بذارین یه 4 ساعتی توی یخچال بمونه. اون موقع متوجه میشین که این رانیایی که خودتون درست کردین از رانی اصل دبی هم خوشمزه تره. خوشمزه؟ بیاین ببینین امیر چی گرفته. همسر عزیزم تولدت مبارک. به خدای دنیا میارزه. خدایا رنگ مورد علاقم. الان خودشو به چهار رفتن آرایشگاه موهاشونو خوشگل کنن، برای سفرمون آماده بشیم. اینا چیه؟ فکرم فش بشن. خدای من چه همش چه روز زرد، چه دوستش دارم. خدای مرسی. چند شکلات. ولی صحبت همیشگی یه مامان اینه که اینا سهمه به چامه، اینا دلخوشی به چامه.
ولی فوکوست جای دیگه باشه. اون رو کیک. چش. بخندیم. من بگم. بیارش این بر. واسه بعدا شما دوتا که میذاریم بابای ازتون عکس و فیلم میگیره باشه؟ باشه. فش هم ما میذاریم؟ یه 2 دقیقه. فش هم گذاشت. در کنار این گله. فوکوس رو واسه اینه. کنار اینه. آفرین. کج نواست. خوبه. حالا تولد مبارک. تولد. وقتی شب به شام خوصیدن دیگه اومدم گفتم چمدون آماده کنیم چون فردا صبح زود راهیم به امید خدا. سفر ما حداقل 4-5 روز طول میکشه. برای همین 2 تا لباس راحتی، 2 تا لباس بیرونی و 2 تا لباس گرمم از احتیاط برای بچه‌ها برداشتم شاید سرد باشه. همگی رو تا میکنم قشنگ دونه بدونه میچینمشون کنار هم. این قسمت از چمدونم گفتم برای بچه‌ها حوله بذارم، ملافه و روبالشتی هم برای کاور کردن تخت و حالا بالشتای هتل دیگه قشنگ همه رو کاور کنم براشون. توی این چمدون آرایشی بهداشتی هم گفتم هر وسیله‌ای که برای آرایشی و بهداشتی روتین و پوستیه این قسمت میذارم. این پک‌های مسافرتی هم که واقعا کاربردی، اما برای شوینده پوست، واسه انجام روتین‌های پوستی مثل کرم شب و روزم، واسه یه تونر، واسه پاک کننده آرایش از این پک استفاده کردم.
قبل از سفر تمام خونه رو چر و تمیز کردم و در آخر به گلدونم آب میدم و با خیال راحت به امید خدا راهی سفر میشیم. خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و با لایک و کامنت های قشنگتون همیشه حمایتم کردین. به زودی تو ولاگ بعدی میبینمتون. دوستتون دارم.